یک عالمی که میگه پگویا در مسجد مردم امر معروف میکرد او یک شخصی منافق اما را خونهش برد گوی پگویا در خونه میریم چای میخوریم حضرت جان برد در خونه چای خوردن وقتی که عالم از خونه برآمد برفت پگویا رفت همسرش گوی پلوی دین دادن تو کوان این زنها عادت دارن که پلوها را در ته همین فرش در ته کورپچه همون جا میمونن بعد میگه پلو در ته هم کورپچه حجره میان وقتی کورپچه را هوش میدن پلو نیستن بعد میگه که در اینجا نیستن میگه او در محکم بود اما دین هم ملو را آورده ملو دیشو انا ای دیگه کوچه به کوچه حقارت داملو را که پلوی من همین ملو گرفته است ای من 4 ماه میگذره عقیب ملو دیگه با کینه و عدوان نماز میخونه یک پگوی دیگه عالم با دعوت بینه خونهش میاد همون حجره میدرارش وقتی که میشینه میگه ای داملو میدونی که من برای چی دعوت کردم میگه بحری نانشته نهار نه میگه نه تا ای همین خونه من پل گرفتی یا نگرفتی گوها گرفتم شرم نکردی گفته ای خلا نترسیدی تو ملای او قدر انسان پیشوایی